خب رسیدیم به داستانی دیگه از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، برگزیدگانی که پروردگار اونها رو به عنوان ستارگان هدایت برای بشریت قرار داد، شاگردانی راستین و الگویانی حقیقی. اولین مخاطبان دعوت محمد صلی الله علیه و سلم و اولین شاگردان و فارغ التحصیلان مدرسه نبوت. اما قبل از اینکه بخوایم داستان قهرمان امروزمون و صحابیه امروزمون رو با هم بخونیم، بد نیست به این آیه قرآن نگاه بکنیم که پروردگار میگه هر کسی عملی صالح انجام بده، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چه مرد باشه چه زن فرق نمیکنه. این نشون میده که در عمل صالح، در انجام اعمال، انسان ها مرد و زن نداره، همه مثل همن، همه نزد الله رب العالمین مسئولن، همه نزد برنامه و ابدی عبودیتشون مثل هم هستن، همه در فردای قیامت مثل هم برانگیخته خواهند شد، مثل هم سوال و جواب خواهند داد. بله، میگه هر کسی، پروردگار میگه عمل صالح انجام بده از مردان و زنان، در حالی که ایمان درش تجلی داره، چون شرط پذیرش عمل صالح ایمانه. بدون ایمان عمل صالح معنا نداره. عمل صالح چیه؟ عملی که مطابق با دستور شریعت الهی باشه، یعنی قرآن و سنت پیامبر. عملی فراتر از اون دیگه طوری نمیشه که مخالف با اون باشه عمل صالح باشه. خداوند میگه ما به چنین اشخاصی زندگی پاک عطا میکنیم. اصلا نیا کنید کلمه خیلی جالبه، لنحیینه حیاتا طیبا، ما زندگی پاک و مبارک بهشون میدیم و به اونها پاداشی میدیم به خاطر اون کاری که انجام دادن. مسلمه ابن عبدالملک خیلی جالب میگه، ایشون میگه زن صالحه برای یک مرد بهتر هست از چشم و دو دستش. معکوسش هم وجود داره، یعنی شوهر صالح نیک برای یک زن از چشم و دو دستش بر اساس تعبیر مسلمه ابن عبدالملک هست. تعبیر خب یکی از بزرگان که اینجوری اشاره میکنه این وجود داره. صحابیه که امروز میخوایم درش صحبت بکنیم، خب ایشون تمام صفات خیر و نیکی و صلاح و علم و دانش و زهد و عبادت رو همه رو در خودش جمع کرده. ابو نعیم اصفهانی در ابتدای معرفی زندگی ایشون میگه المتصدقه، اهل صدقه دادن، المصلیه، اهل نماز هست، اهل جزء قبیله ثقیف هست، و المتخلیه من حلیها، کسی که جواهراتش رو در راه خدا داد، المتقرب بهی الی ولیه، تا خودش رو بتونه به ولی خودش، یعنی اینکه الله رب العالمین باشه، نزدیک کنه به محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بله، ایشون زینب هست، یکی از زینب‌های مشهوری که در صدر اسلام داریم، دارای مقام بزرگ و فضائلی است که در اون زمان زنهایی داشتن و صحابیات داشتن و ایشون زینب‌های عصر پیامبر هم همین گونه هست. ایشون زینب دختر ابی معاویه ثقفی هست که همسر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، که خب برای همه من شما عبدالله ابن مسعود شناخته شده است. زینب بنت ابی معاویه که صحابیه امروز ما هست، ایشون دارای هنر دستی بوده، اصطلاحاً میگیم دارای مهارت‌هایی در ساختن صنایع دستی بود. خودش با دست خودش این صنایع دستی رو درست میکرد، والا با هر چی که در اون زمان بود، و اینها رو میفروخت در بازار و خرج نزدیکان خودش میکرد، همسرش، فرزندش و دیگران. و ایشون هم مسلمان شد همان گونه که دیگران مسلمان شدن، با پیامبر بیعت کرد همان گونه که دیگران بیعت کردن و در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم حضور داشت و در جنگ خیبر هم شاهد بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مثلا یکی از مواردی که در مورد ایشون نقل شده که ایشون نقل میکنه روایت رو، که مطلبی که اینجا ذکر میشه که روایتی که ایشون از پیامبر نقل میکنه تقریبا 8 حدیث هست که روایتش ایشون از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، که از همسرش هست عبدالله بن مسعود، از حضرت عمر و همچنین از ابو عبیده و پسر برادرش هست. و یکی از روایاتی که ایشون نقل میکنه اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه زنان رو منع کرده از اینکه وقتی که شب برای نماز میرن بیرون بر از خونشون چیکار بکنن؟ عطر بزنن، که روایت با این مبنا هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اذا خرجت الی العشاء الاخره، وقتی برای نماز آخر شب رفتی بیرون، فلا تمسی طیبا،
سعی کن که عطر نزنید که در مسجد اینها میرید در اون وقت شب مناسب نیست. و این خب روایتی که ایشون نقل کرده. حالا من در مورد صحت و سقم متاسفانه فرصت و چیزی نداشتم بتونم بررسی بکنم. اما یک تصویر زیبایی از ایشون در زندگی وجود داره، در زندگی ایشون با همسرش و در اینی که در مسیر زندگی برای ما خیلی جالب هست که از گفتیم که دارای صفات ویژه ایشون داشت که نسبت به دیگران خب ممتازتر شاید در برخی موارد بود. خب شوهرش عبدالله ابن مسعود خب نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی وابستگی داشت، محبت داشت، کنار ایشون بود و همه این مواردی که ارزشمنده که ما میتونیم از ایشون نقل بکنیم. خب طبیعیه که ایشون هم هرچی از رسول خدا صلی الله علیه و آله یاد میگرفت، میفهمید، به همسر خودش و به خانواده خودش اون رو نقل میکرد تا جایی که روایاتی که نقل شده بر همین اساس هست. یه مورد خیلی جالب در زندگی ایشون رخ داده، اون هم برمیگرده به اینکه یه روز عبدالله ابن مسعود عادتش بر این بود که وقتی از بیرون میخواست بیاد، برای اینکه مبادا کسی تو خونه‌ای باشه یا معذوریتی چیزی باشه، مثلا سر صدا میکرد، تنحنحی میکرد که متوجه بشن من اومدن، یا مثلا به دری میزد تا اونها متوجه بشن که عبدالله ابن مسعود میاد، که مبادا خب بالاخره کسی باشه، مثلا مهمانی باشه، همسایه کسی اونها باشه که ناخوشایند باشه. در یکی از همین روزها عبدالله ابن مسعود میاد، وارد خونه میشه و همینجور تنحنح میزنه و پیرزنی هست که اونجا در نزد زینب دختر ابی معاویه هست که داره اونجا چیکار میکنه، این برای اومده بوده که اینو رقیه بکنه. دوچار تب بوده، رقیه هایی که در اون زمان رسم بود، دم میکردن، نخ میبستن به دست، بازو، انگشت، گردن و اینها. و تا دید که این اومده، این پیرزنه رو، چون میدونست عبدالله بن مسعود با این چیزا مخالفه، این پیرزنه رو زیر تخت کرد. عبدالله بن مسعود اومد کنارش نشستید، یه نخی تو گردنش آویزونه. گفت زینب این نخی که تو گردنت آویزونه، این نخ چیه؟ گفتش که خیتون رقیلی فیه، این یک نخیه که برای من توش دم زدن، دعا کردن مثلا خوب باشه. اینا عبدالله بن مسعود ناراحت شد، این نخ رو گرفت، اخذ و قطعه، این نخ رو چیکار کرد؟ قطع کرد. گفت ان آل عبدالله لاغنیا عن الشرک، خانواده من از شرک باید دور باشن، همسران و خانواده من از شرک باید دور باشن. خب این کلمه آل رو هم داشته باشید، اینجا خطاب به همسر میکنه، یعنی بعد خانواده من از شرک دور باشن. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که ایشون فرمود ان الرقا و التمائم و طول شرک، که این رقیه زدن و این دعا آویزون کردن و این طلسم‌هایی که افراد آویزون میکنن برای ایجاد محبت بین زن و شوهر، این شرک هست. خب این حدیث رو که خب ایشون نقل کرد اینجا، دیگه من گفتم که خب پس من چیکار بکنم؟ منو چشم میزنن، مریض میشم، فلان میشم، اینها. من خب گفت میرفتم پیش فلان شخص یهودی، من برام رقیه میخوند، دعا میکرد، دم میکرد. حالا وقتی که چشمم اینجوری پلک میزد، من دچار پلک چشم بودم، چشم مثلا به قول ما میپرید. خب من میرم پیش اون، برای من رقیه میخوند، من چشمام آروم میشد. خب حالا چیکار کنم اگه اینجوری شد؟ عبدالله بن مسعود گفت نگاه کن، این از اعمال شیطانه. اینی که تو میگی این از اعمال شیطانه که این تو این حالت پدید میاره. خب تو میری پیش اونم تحت تاثیر همون برنامه‌های شیطانی اند و فکر میکنی کار خوبی شده. نه، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ما آموزش داده وقتی دچار این موارد میشی یا بیماری یا حالاتی میشید، این رو بگید اذهب البأس، ای خدایا بیماری از من دور کن، رب الناس، ای پروردگار مردم، اشفه، شفا بده، انت الشافی، فقط تو شفا دهنده هستی، لا شفاء الا شفاؤک، هیچ شفایی درمانی نیست مگر درمان واقعی تو. شفاء لا یغادر سقما، شفایی که درمانی که دیگه هیچ بیماری برای من باقی نذاره. خب اینو امام بخاری و دیگران نقل کردن. خب ایشون میگه که این کارو بکن، تو این کارو بکن، دیگه هیچ نیازی نداره تو پیش اون جادوگر بری، پیش فلان بری، دم بزنه، تسلیم بکنه و نخ به گردنت آویزون بکنن و امثال این مسائل. ابن مسعود در واقع سخن ایشون با حقیقت شریعت ارتباط داره. این گونه نیست که ما بگیم که این با حقیقت شریعت ارتباط نداره، که چرا که در شریعت این گونه فرد بر خودش میتونه سوره حمد رو بخونه بدمه، یا بحث سوره قل هو الله معوذتین رو فرض بخونه، اون سه قل رو اصطلاحاً پیامبر صلی الله علیه و آله خودش هر شب موقع خواب 3 بار میخونده، دم میکرده و از روز هم که بلند میشدن این کار رو پیامبر صلی الله علیه و آله انجام میدادن، بر بدنشون این رو چیکار میکردن؟ دم میکردن و میمالیدن. خب این نکته خیلی مهمه که یعنی افراد متوجه باشن، میرن پیش دعانویسا و درست همین کارها رو میکنن. توله
که در لغت عرب مطرح میشه تولید چیه؟ تولید میگن یه چیزی هست که از سحر و جادویی که سبب میشه مثلا زن کاری کنه شوهر نسبت بهش محبت پیدا کنه. خب امروز هم خیلی متاسفانه میرن میگن دعای محبت برای ما بده. یا تمیمه همون دعایی است که امروز به عنوان تعویض ازش ذکر میشه. خب این نیا کنید سخن عبدالله ابن مسعود صراحت داره. ان الرقا، این رقای جاهلیه نه رقای شرعی که پیامبر خدا سرسرم دم هست کسی بر خودش میزنه. این کاری که جادوگرا، دعانویسا و رمالها انجام میدن. نگاه صحابه پیامبر رو ببینید در آموزش به همسرانش و خانوادهش و نجاتش. آیا امروز واقعا مردان ما وقتی از همسرانشون چنین صحنه‌ای ببینن جلوشون رو میگیرن یا نه خودشون هم همراه همسرانشون راه میفتن با ماشین‌های گران قیمتشون گاهی شهرها رو طی میکنن برای رفتن پیش دعانیسا و جادوگرا و رمالا و بعد هزاران مصیبت دیگه. زندگی یاران رسول الله برای ما درسه. مواظب باشین. دین اسلام اومده ما رو از این جهالت خرافات نجات بده و دقیقاً عبدالله بن مسعود دیگه لحظه‌ای درنگ نمیکنه. میگه مگه میشه خانواده آل مسعود یعنی همسر فرزندانش اینا بخوان مبتلا به شرک بشن؟ ما بی‌نیازیم، ما شریعت اسلام رو داریم. شریعت اسلام ما رو از این شرک و خرافات و دعانویسی و رمالی و جادو این طلسم‌های محبت و ایکس و ایگرگ نجات میده. پس تا همینجا داستان رو داشته باشین. حالا ادامه داستان زینب بنت ابی معاویه رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون ارائه خواهم داد. تا اون فرصت در پناه خدا باشید. خدایا رو نگهدارتون.